کشاورزی. بنا به اطلاع مسئولین ساحه کشاورزی ناحیه فیض‌آباد، امروز تامین اهالی با محصولات کشاورزی وطنی، تامین به خطری آذوقه‌واری و صادرات نمودن یکی از مسائل اساسی برای کشاورزان و خواجگیداران می باشد. شرایط خاک و اقلیم ناحیه امکانیت می دهد که زمین‌های کشاورزی و قیده‌های نزد حولگی ثمرناک استفاده گردند. کشاورزان ناحیه فعالیت خود را در اساس امر و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برآمده بهر تطبیق سیاست اگراری در دوران صاحب استقلالی به یک قطار دستاوردها نایل گردیدند. البته ناحیه فیض‌آباد ناحیه اگراری کشاورزی می باشد که سمت اساسی آن سمت کشاورزی بوده. در ناحیه 4000 زیاده از 4000 خواجگی‌های دهقانی فعالیت میکند و یک خواجگی دولتی تخم پروری نیز فعالیت کرده ایستاده است. البته در ناحیه ما طبق دورنما در میدان 6236 گکتار کیشت گذرانیده می شود. از جمله 2300 گکتار غله‌دانگی ها، 1100 گکتار زراعت‌های تکنیکی، 615 گکتار سبزوات، 890 گکتار کارتوشکا گذرانیده می شود. البته ناحیه ما از جهت باغداری که در مقیاس جمهوری ما نظیر ندارد، زیاده از 6450 گکتار باغ‌های حاصل دهنده و میوه دهنده موجود است. امسال طبق نقشه دورنمای تصدیق گردیده حکومت جمهوری در میدان 36 گکتار باید باغ‌ها بنیاد می‌گردید. در میدان 51 گکتار الکی بنیاد گردیده است که از نقشه یک برابر زیاد میباشد. خوشبختانه امسال از طرف صاحبکاران ناحیه باغ‌های سوپر اینتنسیوی و اینتنسیوی بنیاد گردید. در مجموع در ناحیه مذکور 4000 خواجگی دهقانی عمل کرده، آنها به پرورش سیب و ناب، زردآلو، گیلاس، شفتالو، انگور، انار، سبزوات‌ها به مثل کارتوشکا و سبزی و غله‌دانگی ها مشغول شده، همه ساله با زحمت و مهنت زیاد حاصل فراوان به دست آورده بهر تامین نمودن ساکنان دیگر شهر و ناحیه ها با محصولات تازه و خوش‌صفت تلاش می‌کنند. تشریف پیشوای معظم ملت در ماه اکتبر سال 2024 بر ناحیه خیلی بر دهقانان ناحیه بهای بلند داد، خصوصا در سمت سبزواتکاری، از جمله پمیدار فیض‌آباد، پیاز فیض‌آباد. امسال دهقانان طبق دورنما 184 گکتار باید در زمین ها پمیدار کش کنند. یکی از اقدام‌های نجیب دیگر در ناحیه فیض‌آباد این بنیاد و زیاد نمودن میدان باغ و تاکزار نو می باشد که سال تا سال زیاد کرده می شوند. باید قید نمود که در سالهای 2024-2025 بنیاد باغ‌های نو در جماعت‌های دهات ناحیه 18 گکتار را تشکیل می دهند. سرشمار چاروای خرد و کلان شاخدار در خواجگی‌های ناحیه در همه شکل‌های خواجگیداری 50929 سر، بزرگوسفند 128011 سر، پرنده 341503 سر، اسب 2145 سر، زنبور عسل 11623 عائله را تشکیل می دهد که نسبت سال گذشته 1538 سر چاروای کلان شاخدار، 356 سر ماده‌گاو، 6975 سر حیوان میده شاخدار، اسب 165 سر، عائله زنبور عسل 2636 عائله و 9037 سر پرنده زیاد می باشد.
باعث ذکر است که زنبور عسل پروری یکی از ساحه‌های مهم استحصالات به شمار می رود که با رواج و انکشاف دادن این ساحه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان دقت مخصوص داده شده است. حالا در خواجگی‌های ناحیه 11623 عائله زنبور عسل موجود است که نسبت همین دوره سال گذشته 2636 عائله زنبور عسل زیاد می باشد. توجه حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی به آن روانه گردیده است که رشد ساحه کشاورزی را تأمین نموده به امنیت غذایی در مملکت دست یافته زندگی شایسته را برای مردم جمهوری مهیا سازد.